خبرگزاری نیمه‌رسمی ایرانی تسنیم خبر داد که وزیر دفاع ایران گنرال محمد رضا اشتیانی روز 7 اکتبر سال 2023 با یک سفر رسمی به تاجیکستان می رود. در خبر گفته می شود که گنرال اشتیانی روز سه‌شنبه با یک هیئت بلندپایه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده با جانب میزبان مسائل همکاری در سطح‌های مدافع و امنیت را بررسی خواهد کرد. گفته می شود که در جریان این سفر امضای قراردادهای حربی بین تاجیکستان و ایران نیز پیش بینی شده است. تفصیلات دیگر سفر هیئت حربی ایران به تاجیکستان و جزئیات قراردادهای حربی که باید امضا شود گفته نشده است. جانب تاجیکستان تا حال این خبر را شرح نداده است. سفر گنرال اشتیانی در پس منظر سردی شدید در مناسبت‌های دوشنبه و تهران صورت می‌گیرد. این سردی مناسبت‌ها که نظام امور آن را با جنگ سرد شباهت می‌دهند علاقه تقریباً 8 سال باز ادامه دارد. در ایران بر اینند که میلیاردر ایرانی بابک زنجانی که در ایران با جرم دزدی بیش از 2 میلیارد دلار پول فروش نفت محکوم به قتل شده است. این میلیاردها را توسط تاجیکستان را بوده است. آنها برای این افتتاح چندین شرکت و کارخانه بزرگ و حتی بانک زنجانی در تاجیکستان را دلیل می‌آورند، ولی دوشنبه این را رد می‌کند. دوشنبه به نوبت خود ایران را به پشتیبانی و مبلغ گذاری مخالفین اسلامی حکومت کنونی تاجیکستان به ویژه حزب نهضت اسلامی که فعالیتش در تاجیکستان سال 2015 منع کرده شد عیبدار می‌کند. ماه سال 2022 رسانه‌های ایرانی از افتتاح یک کارخانه مشترک تولید هواپیماهای بی‌سرنشین تمغه ابابیل 2 در دوشنبه در جریان بازدید گنرال محمد باقری فرمانده ستاد کل ارتش ایران از تاجیکستان خبر داده بودند. با گذشت قریب 1.5 سال درباره اینکه این کارخانه آیا به ساختمان درون‌ها سر کرد یا نه خبری نشر نشد. مسئله این کارخانه تولید درون‌های ایرانی دیگر باره در پس منظر استفاده روسیه از درون‌های ساخت ایران در جنگش به ضد اوکراین دیگر باره داغ شد. ژورنالیست اوکراینی دیمیتری گردان در پایان ماه اکتبر سال 2022 تاجیکستان را به آن عیبدار کرد که هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی که به تعبیر گردان روس‌ها بعداً با آنها اوکراینی‌ها را می‌کشند در تاجیکستان ساخته می‌شوند. او از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواست که اگر این معلومات درست نباشد آن را رسما رد کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به دنبال این ادعای گردان را رسما رد کرد. تاکید می‌کنیم که جمهوری تاجیکستان به صادرات تکنیک حربی به کشورهای سیام مشغول نیست. به جناب گردان توصیه می‌دهیم که در آینده به چنین نوع شرح‌ها به توجه مناسبت کند و درستی معلومات را که نشر می‌کند بسنجد. گفته می‌شد در اظهارات رسمی دوشنبه.